سلام بچه ها، امروز میخوام بهتون نشون بدم که چطوری میتونیم از اینجا بپریم پایین بدون اینکه از این آب استفاده کنیم. خب از این آب یعنی حق نداریم استفاده کنیم از این آب که میبینیم. خب بخیر، اول داخل چست نگاه میشه. 2 تا بلیزرات داریم، یه دونه دیموند پیکزک، 4 تا پلنک، 10 تا شیشه، 5 تا فانتوم ممبران و 1 تا نظربرد. اول اینا رو ماین میکنیم. نمیدونم برای چی استفاده میشن. خب اینم از خب قدم اول که شما باید اینجا انجام بدین، من که اول نفهمیدم ولی الان میفهمم باید چیکار کنیم. قدم اول اینه که یه دونه کرافتینگ تیبل بسازین. بعد کرافتینگ تیبل رو بزنین، کرافتینگ تیبل رو بزنین اینجا. اول از کرافتینگ تیبل استفاده کنید. خب اینجاش خوب، خیلی خوب دقت کنید. بلزرات اینجا میذاری، بعد پلنک، بعد سنگ ها رو اینجا میذاری. بعد یه دونه برینگی استند ساختین. تبریک میگم، شما 50% راه رو رفتین. بعد از برینگی استند استفاده میکنین. هنوز که چیزی خوب دوباره روی کرافتینگ تیبل. بعد یه دونه بلیزرات اینجا میذارین، 2 تا بلیز پاودر میذارین. بعد شیشه رو میگیرین، بسیاری اینطوری میذارین. 9 تا فقط 9 تا 9 تا شیشه برای نگهداری معجون میگه. اول اصلا 3 تا شیشه پر آب برمیداریم. بعد بلیزرات اینجا میذاریم و بعد نظربرد اینجا. منتظر میشینیم که اینا تبدیل بشن به اکوارد بشن. تا که اونا تبدیل بشن به اکوارد بشن بیاین یه بار از شب تغییر بدیم به روز. اینم روز. حالا که روز شده بذاریم میمونیم بریم مسترمون کارش انجام بده. خب حالا 3 تا اکوارد بوشن داره. اکوارد بوشن معمولا هیچ اثری نداره. خب حالا فانتوم ممبران اینجا میذاریم. نزدیکت بیفته. خب منتظر میشیم وقت بازش تموم بشه. خب هنوز منتظر میشیم و حالا که این تموم بشه ما 3 تا معجون داریم به اسم معجون اسلوفالین. من 2 تا دیگه نیاز نداریم، من فقط از این استفاده میکنم. بعد معجون میخورم و بعد مثل پرنده پرواز میکنیم. حالا متبدل به مرغ شدیم. مرغا ها هم معمولا همینطوری میفتن، هیچ دمیجی نمیخورن. خب اینم جایزه منه. تا که من دارم این جایزه ها اونو میکنم ماین میکنم. لطفا ویدیو رو لایک کن. اگرم خوشت اومد